سلام بچه‌ها، خوبین؟ به چنل صفا جی بی تی خیلی خوش اومدین. بچه یه چالش ببینیم دوربین چت جی بی تی توی شب چجوری تشخیص میده. بریم تو کارش. سلام ندا، چطوری؟ سلام سعید جان، من خوبم. تو چطوری؟ اوضاع چطوره؟ عالی. ندا میتونی تشخیص بدی ما کجاییم؟ به نظر میاد توی ماشین هستی. حواست به رانندگی باشه. عالی، خیلی عالی، ولی خب پارک کردیم، رانندگی نمی کنیم. پس عالیه. اگر کاری هست که بتونم کمک کنم خوشحال میشم. ندا چقدر بنزین داریم ما؟ به نظر میاد بنزینت کم شده. شاید بهتر باشه به زودی پمپ بنزین بری. عالی. ساعت چنده ندا؟ روی داشبورد ساعت و 8:03. صدات قطع شد، یه بارم بگو ساعت چنده؟ روی داشبورد ساعت 8:08 رو نشون میده. عالی عالی. کیلومتر این ماشین چند تا سرعت رو نشون میده؟ کیلومتر شما روی سرعت 0 ایستاده. یعنی فعلا ماشین حرکتی نداره. نه، منظور ماکسیموم سرعتش چنده؟ بیشترین سرعت روی کیلومتر شمار 220 کیلومتر در ساعت هست. عالی عالی. خوشحالم که تونستم کمک کنم. بذار یه سوالم بپرسم. آها، بفرما گوش میکنم. این چیه؟ منتظرم. به نظر میاد یه قوطی ماتسید داره. یعنی انرژیزاست. نه، این حالا چون برند ایرانیه قوطی رانیه. خب میتونی روشو بخونی؟ بله، روی قوطی نوشته رانی و طعم آن پرتقالی است. عالی، واقعا عالیه. نه خوب بود. خواستم ببینم دیدت توی شب چطوره. راستی ندا، این دکمه چه دکمه ایه؟ این دکمه که به شکل یک مثلث هست معمولاً فلاشر یا چراغ خطر اضطراریه. کار طرف نداره دختر. خواهش میکنم. هر وقت سوالی داشتی در خدمتت هستم. حتما. خدافظ.